سابقه داری؟ نه جون شما، از قنبال شما سفیدتر پرونده ایمون نگاه کنه. تو پروندت نوشته سابقه فحاشی گه داری؟ خورده هر کی گفته اینا میخوان اسم ما رو خراب کنن جون تو. دروغ میگن. سابقه دعوا داری؟ نه جون تو، ما اینقدر ریلکسم، به کسی کار بعد اینجا ندارم. نوشته موسی جلیل درگیر آخه شد. جون تو درگیری نبود، یک دونه زدم تو پوزش، لاشیش کردم، دور خود چرخید یارگه دو که دیره. اینطور سابقه شرب خمرم که داری؟ جون تو لاشی بازی من نمیدونستم زیر 30% دارم حساب گل میکنن. پسر اینجا نوشته ساقی هم که بودی. جون تو این حرفا چی ما بدم، دوروریام یک خیری رسوندم. دوزی هم هست که تو کارنامه طلایی. حافظم خرابه جناب بازپرس، فعلا می‌خواستم اون طلا رو برم طلا فروشی پس بودم. آدم ربایی. جون تو فقط گذاشتمش تو صندوق دیگه، ای که ماشین 180 تا میرفت و صندوق با نمیشد تقصیر ما. مهریت هم زنت گذاشته اجرا. زر میزنه جون تو، عاشقمه، برمیگرده سر زندگیش. امروز هم که به جرم مزاحمت و نوامیس. حالا مزاحمتم نبود جون تو، خودشم یک خورده مخاص مره، ولی حالا یک ماچت بکنم که دیگه ناراحتی